بسم الله الرحمن الرحیم. سیوم ماه می روزی پنجشنبه با قرار سود شهری وحدت با درخواست کمیته دین فعالیتش همچون مسجد جمعه‌خانی قطع کرده شد. در تاریخ کشورهای منطقه، کشورهای سابق اتحاد شوروی و حتی شاید کشورهای جهان اولین بار است که دولت از طریق محکمه، از طریق سود خانه خدا را فعالیت قطع می‌کند و هزارها، ده‌ها هزار عاشقان این مسجد را که در روزهای جمعه از موعظه های این مسجد استفاده می‌بردند، از موعظه های خطبای این مسجد بهره مند می‌شدند، از فیض جمعه استفاده می‌بردند، عیدین استفاده می‌بردند، محروم کردند. واقعا این یک صفحه سیاهی هست در نظام دولتداری تاجیکستان، نظام سود عدالتی آن که خانه خدا را منع کردند، ظلماً منع کردند. و موافق به همه آیت خدا که و من اظلم ممن منع مساجد الله، این کسانی که برای منع کردن این مسجد کوشش به خرج دادن، حرکت کردند، اینها از جمله ظالمترین مخلوق بنده های خدا هستند، از جمله ظالمترین انسان ها هستند. از روی از تعبیر این آیت الهی اینها ظالمترین افراد هستند. و خدا در آیت دیگری گفته است که ولعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالم ها، یعنی از رحمت خدا دور هستند این ظالم ها. معنی لعنت از رحمت خدا دور هستند. متاسفانه ما از کسانی که آشکارا به مقابل اسلام مبارزه می بردند، از بعض منصبداران حکومت تاجیکستان با مقابل حجاب و با مقابل تعلیم قرآن، با مقابل جوانهای تا 18 ساله در مسجد عبادت کردنشان مبارزه می بردند، گله‌ای نداریم، زیرا موقع اونها آشکار و عملهاشون نشان دهنده موقعشون هست، نشان دهنده اعتقاد و عقیدهشون هست. اما مسجد ما را برای پوشیدنش، برای بسته شدنش، شورای با نام علما که در اصل اگر چندی با شورای علمای اسلامی هم که گویم هیچ خدمت در راه اسلام نمی کنن، هیچ دفاعی از مقدسات اسلامی نمی کنن، برعکس در مسئله مسجد ما چهره اصلیشانه که اینها نشان دادن، چهره اصلیشان نشان دادن که وظیفه اصلیشان نه خدمت به اسلام و مسلمان ها، نه خدمت به دین اسلام، نه عبادت خالصا لله، بلکه خدمت به حکومت دارا، خدمت به دربار منصب دارا هست. رئیس شورای علما، بسیار اعضاهای مشهور شورای علما از جمله معاون رئیس شورای علما، معاون مفتی ایشان عبدالبصیر که از خانواده تقوا، زهد و از پیشوایان دینی اسلام در تاجیکستان بودند. پدرشان حضرت ایشان عبدالرحمن جان، برادرشان ایشان عبدالقدوس و ایشان عبدالواجد از جمله شیخ‌های واقعا هم محترم تاجیکستان هستند. اما یک برادرشان با نام عبدالبصیر در این محکمه که بر ضد مسجد ما بود به حیث کارشناس در پشتیبانی از دعوای شورای کمیته دین برای بسته شدن مسجد ما شهادت داد که باعث شرمندگی و خلاف آشکارا و تعلیمات قرآنی الهی که خدا میگوید تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این آیات ها رو پسی پا زد. حتی بنده شخصا ایشان تذکر دادم که کار میکنی خلاف شریعت است، خلاف دستورات قرآنی است. آخر
یاردم به معصیت داری میکنی، یاردم به حکومت دارای ظالم میکنی. فکر کن چی میدهی و چی به دست میبیاری، چه تجارتی را روی دست گرفتی. متاسفانه گوشی شنونده و دلی درک کننده در ایشان موجود نداشته است. برای دنیا، برای منصب دنیا، برای به خاطر راضی کردن مخلوق خالق خود در غضب آوردن. زیرا این مسجد خانه خدا هست، خانه ما نبود، جایی بود که خدا عبادت میشد. واقعا یک حادثه بسیار افسوس آور شد، مصیبت بزرگ شد. انا لله و انا الیه راجعون. همه مخلصای خود، دوستان و برادران اسلامی خود تسلیت میگویم. دعا کنن که فرج برای مسلمانان تاجیکستان از طرف خدا پیدا شود تا که دوباره مسجد ما صدای الله اکبرش طنین انداز شود و دوستان مدرسه محمدی، دوستداران این مسجد دوباره از فیض و فتوحات این مسجد بهره مند شوند.